کرمه. تا گفتم خانم کرمه، خانم‌ها همه من رو برگردوندن. میگم آقایون خنده. گفتم سلام آقای کرمه، آقایون خنده. گفتم خب من دارم داستان تعریف میکنم برای اون بچه قابل جذب باشه، قابل درک باشه. ازش اجازه میگیرم، میگم میتونم از خونت استفاده کنم؟ اونم میگه آره، برای همه خونه رو استفاده نکن، برای منم بذار. مجبور شدم به این شکل برای کودک این داستان رو تعریف کنم که اون بچه اذیت نشه. نگفتم توی آب جوش میریزم، چون میگفت تو چطور به خودت اجازه دادی خونش رو خراب کردی؟ راست میگی، من باید پاسخ بدم. درسته. سخت باورش برای بچه. به اون مادر گفتم هر وقت تونستی برای کودکت بگی. میدونی این خورشتی که از مرغ درست کردم، مراحل به دست آوردن گوشت مرغ رو براش تونستی 0 تا 100 تعریف کنی و اون کودک حاضر شد اون مرغ رو بخوره، اون خورشتو منم میتونم براش تعریف کنم. میتونی بگی با اون گاو چیکار میکنی؟ با اون مرغ چیکار میکنی؟ روش کشتن و ذبحمون چطوره؟ بچه این صحنه رو ببینه عمرم میخواد بخوره. اتفاقی برای من افتاد. پدر ماهی میگرفت، ماهی زنده دقیقه بعد میرفت تو ماهیتابه جلز ولز میشد، پدر میخورد. من تو زندگی ماهی نمیخورم. من این خاطره رو از اون صحنه دارم. من ماهی نمیخورم. 55 سال از خدا عمر گرفتم، ماهی نمیخورم راحت. بسیار عالی. تشکر. درود فراوان. سپاسگزارم. زنده باد.